سلام دوستان گرامی. خب بار دیگر سلام دوستان گرامی هواداران زبان‌های خارجی. یک لحظه. خب السلام علیکم یکم لایک و علیکم سلام. دلشاد خوش آمدی برادر. نیو فرمت. یس. بلال نوردینوف و علیکم سلام. خب دلشاد چیزی نوشتن که کور کردین. خب آواز نیست دوستان گرامی، آواز نیست. آواز آمد. سلام چه حال دارین همه کسی؟ و علیکم سلام. شکر خدا خوب تنج شما سازین تنجین. خب کسونه که سحر نبودن، سحر امی طریقه را سنجیدیم که شد افیر، اما درون کامپیوتر نشون نمیده، فقط بیرون نشون میده. خب دیگر تصمیم گرفتیم که از اون چیزی که از اونی که ما تماما افیر نمیکنیم، خب یک افیر کنیم که افیری سوال و جواب، یعنی نامش را گذاشتیم انگلیسی با اسلوبی سوالی، یعنی سوال و جواب میکنیم. مثلا سوال میدهیم و خب با زبان انگلیسی باشد، خب با زبان تاجیکی مثلا شما جواب میگردونید. در همین نظر شما چی است؟ فکر شما چی است؟ یعنی مثلا یک کلمه انگلیسی را میگیم، بعدا شما تاجیکیش می نویسین، یا هم انگلیسی را می نویسین هم تاجیکیش می نویسین، یا تاجیکی میگیم شما انگلیسی می نویسین، یا ما انگلیسی میگیم شما تاجیکی می نویسین. یعنی با هم سوال و جواب میگیم کنیم. بلکسی سلام اکا. و علیکم سلام. چهارم لایک، تشکر زیاد. عشقانه و بسم الله. سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. مادر تجسترم السلام علیکم و علیکم سلام. اپای استرام خوش آمدین. اپای زیبا رحمت مسعود هستین شما چی؟ عشقانه ششم لایک، تشکر زیاد. خب کامنت هایی که مربوط به ما هستن اونها رو میخونیم. مادر تجسترم آوازتون خوش. آواز حاضر اپای استرام. این افیر یوتیوب خودشه، افیر یوتیوب خودشه، اینه که درون کامپیوتر نشون نمیده. آشخانه همه کسا نغز هستین. تیچه شما نغمه شکری خلاص هستین. شما سازین تنجین سوال دهید. مدار تجستین گفتن سوال دهید. حاضر همی کامنتر رو بخونیم، سوال همی دهیم. کمتر سیرکار آشخانه بسم الله. کمتر سیرکار همون با درس و کمتر آمدسیم. هیچ گم نداره. هر وقتی که وحیاتین مرحمت کنین. بلال پدپیس چکی اون بلال پدپیس چکی اون اوخی توازن حقیقت ششم لایک. سلام علیکم برادر، سوز خوب انشالله. و علیکم سلام، شکری خدا، خوش آمدین. مادر تجسترم آشخانه جون درس نشده است. بله 3-4 روز شده بود که درس نبود که آشخانه با بسم الله. دلشاد بای 1 مینوت بعد میام. خب مایلش
خب بلال نوریدینов کانال محمد ابوبکر روسی نفهمیدم چهل افیر یوتیوب روسی همین طریقش اپایی که شنالو گفتن یعنی وقتی که درون یوتیوب میدونیم ترانسلیاسیا هسته همون پرامو افیر حساب میشه یعنی ترانسلیاسیا و هسته وب کامera انا همون وب کامera را انتخاب میکنین میشه و چیکار افیر کرده نکه مثلا طرف مقابل نشون میده طرف روبرو را نشون نمیده مثلا فقط طرف اخت نشون میده تمام با فیلم از او برنامه خوبتره یعنی صفاتش خوبتره فقط کمبودش اینه که کامرای دو طرفه نداره مثلا کتاب و نمایش گذاشته نمیشه و خب اکا باهامون اگر مثبت کردی بمون یعنی اگر بتونی باهامونده بمون برای که این درس از درس قبلی فرق میکنن چون که اینجا فقط سوال جواب میشه و یعنی به همین قرار اومدیم که مثلا وقتی که افیر کردن نمیتونیم کتاب با نمایش گذاشته نمیتونیم پس سوال جواب میکنیم سوال جواب ما خیلی که مثلا 10 روز فقط سوال کلمه سوال میکنیم مثلا ما کلمه سوال میکنیم با زبان انگلیسی باشه خب با زبان تاجیکی باشه شما با کلمه جواب میدین 10 روز 10 روز پس عباره سوال میکنیم عباره یعنی how are you I'm okay where are you from مثل همین عباره ها مثلا thank you you're welcome 10 روز دیگه بعد 10 روز پس در اخیر جمله دا میگذاریم یعنی جمله می نویسیم با تاجیکی شما جمله رو ترجمه میکنین یا با زبان انگلیسی جمله رو میخونیم شما با تاجیکی ترجمهش میگیم انا خیلی یکی میبینیم تا 30 روز افیری ما هم هوی میشه و یعنی 1000 میشیم بعد افیروی چی را میکنیم کتاب قطعی مثلا حاضرش به کتاب خب شهرتوز سلام علیکم و علیکم سلام اپسترامو فهمو دسترخان خب اپسترامو دوسکامونین در پیشتان دوسکا میشوده اما کتاب از روی کتاب رفت استفاده میکنیم از روی کتاب بهتر از فکر میکنم دوسکا میشود دوسکا در چی در کار تری کامیرای خوب در کار برای نوتبوک هم نمیشود دوسکا در مثلا کامera و میکروفون خوب در کار تئوری خوب دیدن در که بعد یک صفت خوبش ببره مثلا خوب 1000 زیاد چنکوی کامera دو طرفه کار کنه بعد با در فکر دوسکاش هم میشیم بلکسی تمام اکا آشخانه فیسترامو شرطوز ما در یک کلوش دین من یک ویدیو مونم متاسفانه کلوش داده نمیشه و برادر عزیز و جای ویدیو مونی هم اینجا نیست مثلا طرز درستش نویسیم مثلا طرز درستش می نویسیم برای دوستکانه همین جام در چی می نویسیم روی میکنم همین در جای کامنتری مثلا می نویسیم روی میکنم خب دلشاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لایک شما اومد چی حال دارین همسین عزیز معلم شما چی حال دارین شکری خیلی سازیم خوبیم شما سازین تنجین خوش آمدین برادر عزیز دلشاد پیشتر گفتن خدا خواهد می شود در روزهای نزدیک نصیب انشالله که اون دستگیری بشه اگر من میدونم انگلیسی را ماده در کار نیست خوب خوش آمدین شرطوز تیوی برای انگلیسی نموده باشین خوش آمدین فراموش سعید و هشتم لایک تشکر زیاد برای لایک دلشاد فیصل بگم فراموش مدار تجهیز همه کسی دوستان تماشا کنید اپایسترامون نوبتی کی است مدر کی اویلای تاجیک در مسکو است دیروز امروز و فردا همین 3 روز اویلای تاجیک در مسکو تمام شود بعدا با مثلا با شما دستگیری کنن حاضرش نوبتی وای برای وای در کامنتر نوشته است این اگر همینجا باشن اینا من باز اعلام میکنم که دیروز اپای خوشخانه کی اویلای تاجیک در مسکو امروز هم پگان هم انشالله بعدا با میبینیم بعدا میتونم مثلا با شما دستگیری کنم یعنی به همین اویلای تاجیک در مسکو اسپیسکا از روی پادشگاه تمام میشه دلتان سلام آقا جناب و علیکم سلام خوش آمدین نهم لایک تشکر زیاد
خوش باشید مولوی عزیز. تشکر زیاد. خب دوستان آماده هستین؟ آماده باشین سر کنیم اگر آماده باشین. عبدالرحمن بازارов السلام علیکم معلم جون خداوند نگهدار باشه. تشکر زیاد. تجکی سلام علیکم سوز خوب شکری خدا و علیکم سلام خوش آمدین. خب خیلی باشد دیگر کامنت هایی که بیرون از درس خواهش میکنیم ننویسین التماس. بسیار آماده هستم. عبدالرحمن سلام علیکم جان و علیکم سلام. همه با رحمت که یکی دستگیری کرده باشید. ساعت هم بسیار شده است. خدا را شکر تیچه شما با رحمت سلامت باشین. تشکر زیاد. ما هم تماشا کرده بودیم. برای خود نمیگیم که ما رکلام کنیم که میگیم نشان بدیم. با خاطر که شما که ما رو دستگیری کردیم ما هم دستگیری کردگی منه با دو کانالمان خود شد تجربه بخشش معلم چند وقت نبودم. ما هم چند وقتی نبودیم دلشاد تجربه درس نبود که یعنی پروگرام ها نشدن. اگر همون دلشاد باشه یاده برنامه را ختم توسط کرده بودی که دیگه او را هم فعالیم نشد. خب دوستان انگلیسی با اسلوب سوالی عنوان گذاشتیم نام افیدا و از این پس فقط سوال و جواب می شود. مرحمت دوستان من انگلیسیش میخونم شما هم انگلیسی را نویسین تا که نوشتن یاد بگیرین و کسی از روش ببیند دیگه کسی هم یاد بگیرد و ترجمهش هم بکنین. خب بیاین رفتیم. یکم یعنی یکم کلمه hello یعنی از آسان ها سر میکنیم تا که همه جواب گوین همه بتونن جواب گفتن. مثلا hello با زبان تاجیکی ترجمه کنین. هم کلمه رو بنویسین و هم با تاجیکی ترجمه کنین و اگر طرز نوشت نادرست باشه خبرتون میکنیم که مثلا نادرست دلشو تجربه hello سلام درست. تشکر. یعنی hello یک کمی رسمی تر است. رسمی یک کمی با بله به شکل رسمی است. میتوانیم مقایسه کنیم با زبان تاجیکی یعنی السلام علیکم و های رو مثلا سلام ترجمه کنیم. خب از این پس اگر با تاجیکی سوال کردیم که السلام علیکم با زبان انگلیسی چی میشه؟ hello ترجمه کنیم خوب میشه و های مثلا سلام. خب سلام با زبان انگلیسی سلام با زبان انگلیسی بله های دلشو تجربه های یعنی السلام علیکم ما هلو ترجمه میکنیم های رو سلام ترجمه میکنیم. محسن احمد سلام علیکم بسیارتر با نوزیکی های زبان روسی رولک میکرده. سلام با لایک آسیا تجربه تشکر زیاد های. خب برادر محسن امی افیرم گیران شود افیری چیز افیری یوتیوب خودش گیران شود حاضر یکم پروگرام ما در نشیده است نمیدونم صاحبش در چه راسته یا در کانال یا که در تلفن یا در اینترنت نمیدونم. همه افیری یوتیوب هم گیران شود. روز دوشنبه انگلیسی است روز سه‌شنبه ترکی است روز چهارشنبه زبان روسی تشکیل میکنیم. از این پس روز دوشنبه انگلیسی سه‌شنبه ترکی چهارشنبه روسی به شرطی که افیرم گیران شود پرامو افیر همین سه زبان سر کردنیم. حاضرش است سوال جواب میرود در همین روزا میرود یعنی در همین روزا سوال جواب میرود اما یعنی چی است فقط سوال جواب است. استاد صاحب استفاده کردم یا اون کس آمد بله 6-7 نفر زیاد شد در از روی آبونچی زیاد شد اما در افیر فکر میکنم که حال زیاد نشده است. دلشون تجه 350 موضوع دیگر در کار
357 یا 257 نه؟ با فکرم که 253 253 دیگه در کار. خب دیگر محسن احمد تشکر، انشالله انتظار انشالله. میرویم. هاو با زبان تاجیکی. هاو ترجمه کنیم. هاو با زبان تاجیکی. من با اکاونتوی نوام شدم با میشمولی یوتیوب تازه نکنم. خوب انشالله. هاو چی خیل؟ بله. هاو چی خیله؟ چی خیله؟ خب چی خیل می شود؟ هاو چی خیل؟ هاو چی خیل؟ خب اون کسی که اون چی نداره، فقط چی خیل می شود. کلمه هاو با تو که فقط چی خیل ترجمه کنه میشه، اون ترجمه دیگه نداره. هاو چی خیل؟ چی خیل؟ خب لکسی، دسترخوان، آشخانه، دلشاد، سرا. سرا یا که چرا؟ سرا چی خیل سرا. خب تشکر زیاد. هاو چی خیل، چگونه، چی طور. باز ما فقط کلمه در تستیم. وقتی که عباره آمد how are you شد، چی خیلی شما یا که چی خیلی تو، یعنی چی حال داری، مثلا چی جوری، مثلا چی خیلی که نیستیم دل شد چی جوری مثلا. اما این زمان فقط یعنی معنای کلمه است، یعنی چی خیل، چگونه، چی طور. چی خیل، چگونه، چی طور، چی طور. خب ام 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 با زبان تاجیکی ترجمه کنید. ام ام. خب ام با زبان تاجیکی. ام بلکسی ام من. خب نادرسته بلکسی یا کمی دیگر فکر کنین. ام. خب در شده جه آی ام نوشتین، ما آی نگفتیم، یعنی آی را ننوشتیم، فقط ام. ام ام در زبانی تاجیکی چی ترجمه می شود؟ ام. مثلا میگیم که I am a teacher، مثلا من معلم هستم. I am a student، من دانشجو هستم. بله بلکسی هستم. بله هستم ترجمه شد. عزیز بگویف شما تاریک. خب برادر عزیز، ما پروگرام اینا یافتیم که کتاب نشون بده دیگه با هم خاطر حاضرش، یعنی فقط سوال و جواب وقت است. خط نشون ته خب چی نشون ته. مهم زبان آموختن دوستی عزیز. دلشده ام هستم، بله درست. بسر خون ام هستم، بله درست. ام یعنی هستم میشه. خب کی باشد بهترین؟ ام هستم. خب سوال دیگر is. سوال دیگر is. عزیز بابای رحمت سلامت باشین.
خب is است درست دلشوتجه بهترین is است لکسی is است درست بهترین عزیز بگویف آرتیکل ده فهمونه که خب نوبتی وایم میوه دوستی عزیز یعنی اگر لورا تستیم وایم در نظر هست در با این سوالمون اما شاید از جواب نده بعد میگن که یعنی فهم قدر میدونن آرتیکلی ذ آرتیکلی معینی است آرتیکلی نامعینی در زبان انگلیسی مثلا a و n هست a و n و تو که بگیم a و an مثلا بعد انگلیسی مثلا میگیم a و n اینها آرتیکل نامعینی هستند اما ذ آرتیکل معینی هست یعنی آرتیکل معین است مثلا ما میگه I am a teacher من معلمی هستم مثلا یا I am a student من دانشجوی هستم اما مثلا the teacher کشید یک معلمی معین رو در نظر دارد یک معلمی معینی که یک کار کردگی است یعنی معنای مختصر کوتاهش حاضرش یعنی the آرتیکل معینی پیش از هر اسمی که اومد پس یک چیزی معین رو در نظر دارد یک کسی معین رو یک شخصی معین رو در نظر دارد مثلا خب دست خون is است بله درست خب let's say he is a driver مثلا وای راننده هست یعنی راننده از راننده ها هست یک آرتیکل نامعینی است در اینجا خب موضوع درس ما سوال و جواب است is یعنی است هست خب این سوال و جواب ده خب are ترجمه are خب خوشبختی و سلام دوزم لایک تشکر زیاد و علیکم سلام خوش آمدین are میباشند خب یکی از معنایش میباشند بله درست بله are میباشند بله درست این هم یکی از معناهایش است یعنی درست است جواب شما خب are یعنی هستی هستن یعنی you are a student تو دانشجو هستی you are students شما دانشجو هستید یا میباشند یعنی هر دو درست است اپا استرامو خاموشم و فیلم سوال آسانی بدن خب واسیت جه من همینجا تشکر زیاد خب M معذرت I are هستی هستن بله I پاتوجیکی I من درست بلکسی دلشوتجه درست I من درست بهترین دوستان یک سوال آواز چخیل است یعنی یک روز پیش افیر کردیم آواز کرب کرده میره یا که خرش کرده آواز چخیله مدارت جسر ما من بله درست بهترین دست خون من درست بلکسی I am a teacher بله من معلم هستم مدارت جسر ما زور دلشوت جه آواز very good اوکی خب سوال I بودم I من آواز هست بهترین وسیله جسازه بهترین تشکر خب I من you در اینجا
شکل تنها شو ترجمه کنین، شکل جمع نه، شکل تنها. یک آواز هست نکی پسته، آواز چی باشه؟ شده جه sound 100%. اوکی thank you مادر تجسم شما. خب شکل تنها گفتیم ترجمه کنیم. یو شکل تنها، تو بله، تو بله، شده جه دسترخوان یو تو بله درست، درست شکل تنها درست. خوشبختی ما ساز تشکر زیاد مدار تجسم ما تو بله درست. خب هی 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 خب عزیز بابا پیشنهاد که بعد تمام شدن درس سخنرانی کنین همه ویدیو رو تا که دیگه دوستان تماشا کنن. بله سخنرانی میشه برادر عزیز بابا. بلکسی هی وای بله درست. رحمت الله خورشکوف وای درست بهترین تشکر زیاد. مادر تجسم مرد یعنی وای مرد بله درست، یعنی وای مرد، وای که گفتیم یعنی مرد در نظر داره، وای مرد. هی دلشوت جه هی وای درست، دسترخوان هی وای درست. خب مادر تجسم وای مرد بله درست بهترین. بله هی وای یعنی برای انسان جنسی مردانه. شی شی خب شی زن یعنی وای زن بله درست. شی وای یعنی جنسی زنانه. مادر تجسم اپیسترام وای برای زن بله درست. دلشوت جه بخش زنانه بله جنسی زنانه بله. بلکسی شی وای جنسی زنانه بله درست بهترین. خب بهترین. خب ایت 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 به زبان تاجیکی. خب چی وای خب اپیستر ما وای به جون با بله وای اون برای به جون. دلشون تجه ایت وای برای به جون برای حیوان برای اشیا بله. لکسی ایت اون بله درست بهترین. خب یو شکل جمع، یو شکل جمع، یو شکل جمع ترجمهش برای شکل جمع کنیم. یو اپیستر ما شما بلکسی شما یو شما دسترخوان یو شما بله درست بهترین.
یو شما بله درست. وی 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 دفعه استرام ما بله چوتجه ما بله وی ما بلکسی وی ما بله درست. چرا نشان نمیده زمیره است؟ چی را نشان نمیده؟ پروگرام نیافتیم که جان اپای زمیره پروگرامی که کتاب باید نشان بده نیافتیم راستی. تو 1000 شدن مونه مجبوریم که خیلی سوال جواب کنیم. وقتی 1000 شدیم بعد از روی کتاب سر میکنیم. با اون خاطر حاضرش که سوال جواب وی معامله درست. they 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 خوب انشاءالله زمایه است. از ما شما رو 3 نفر تماشا داریم. سوال این خیلی برای فراموش نکردن کلمه های انگلیسی چی باید کرد؟ چند دانگی کلمه در یک روز از یاد کنیم. لشنا سوید ای شما اکرم سلامت باشین. انا از کلمه دیده عباره از یاد کنین. یعنی برای از یاد کردن اگر بگین عباره خوبتره. عباره رو میدونه فراز یعنی فرایز. یعنی باز ما برای چی کلمه سوال جواب کنیم؟ برای که در اینجا هستن کسانی که میسوگه نوآموز هستن به خاطر از کلمه سر کردیم و این سوال جواب واسه از یاد کنی نیست. اما شما درباره از یاد کردن گفتین خوب میشه که عباره از یاد کنین. عباره مثلا چه how are you I'm okay and you thank you you're welcome where are you from I'm from Tajikistan مثل همین یعنی عباره از یاد کنین. اگر هر روز اگر هر روز 5 عباره زیاد نه 5 عباره چه مثلا I'm from Tajikistan یک عباره where are you from 2 عباره how are you 3 عباره I'm fine 4 عباره what's your name 5 عباره. اگر هر روز 5 عباره از یاد کنین در 3 ماه انگلیسی را به یگان مشکل گپ میزنین. به یگان مشکل اگر همین کار کردین 3 ماه پس نتونستین گپ زده خب در همین افیرو برای میگن که شما یعنی گپتون نادرسته مثلا به شرطی که هر روز انجام بدین. لیکن بسیاری از ما خیلی نمیکنیم. بسیاری ما مثلا امروز 10 کلمه از یاد میکنیم 20 کلمه از یاد میکنیم 3 روزگی از یاد نمیکنیم یا 5 روزگی از یاد نمیکنیم. روزش ده 3 عباره از یاد کنیم 5 عباره از یاد کنیم اما بردوام باشه. یعنی 3 ماه در 90 روز شما انگلیسی را به ملال گپ میزنید. خب این توصیه ما برای کسانی که من بعد مثال گپ میشنوان گپ ما را کسانی که میخوان انگلیسی را تیز یاد بگیرن عباره از یاد کنن فراز از یاد کنن هر روز 5 عباره در 3 ماه انگلیسی را به ملال گپ میزنن به شرطی که هر روز این کار را انجام بدن. خب اپریس دارم آنها بله خب دلشده جزایی وای ها بله درست دلشده جا آنها درست بلکسی آنها درست دسترخوان وای زی آن وای ها درست بلکسی زی وای ها آنها درست. خب یک لحظه خب کلمه good 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 در زبان تاجیکی
عزیز بابایو فقط همینجا باشین. کلمه اذیت کردن فایده نداره. خب برای معنیش فهمیدن البته فایده داره، اما برای اذیتی که بگیم انگلیسی را تیز گپ زدن عباره فایده زیاد داره. مثلا از تجربه خودم میزنم و بعضی کورسایی که اعلان میکنن که در 15 روز انگلیسی رو یاد میگیرین یا که در یک ماه انگلیسی یاد میگیرین، حتی در یوتیوب هست که در یک هفته انگلیسی یاد میگیرین. خب اینها شاید یک شناسایی پیدا کنین، اما نظر من اینه که برای یک زبان آموختن کمی کمش 3 ماه در کار، زیادش 2 سال در کار. یعنی انسانی که کوشش کنه اگر هر روز میتونه در 3 ماه یاد بگیره، اما یک روز پس و 2 روز پس باشه و در یک هفته 2 بار 3 بار باشه، پس 1 سال زیاد میکشه. خب لکسی good خوب ساز نغز دلشوت جای good ساز نغز خوب دستر خون good خوب نغز. بله بهترین، تشکر زیاد. good خوب خیر خوش نیک شایسته پاک خوبی نغز. خب گفتار شما درسته. خب اوکی. خب اوکی و زبان تاجیکی دسترخوان. اوکی تمام. خب یک معناش تمام. دلشاد اوکی مایلش تمام خوب بهترین. زمیره اس خوب مایلش تمام بهترین. لکسی اوکی مایلش تمام خوب مایلش تمام بله درست بهترین. خب اوکی یعنی خوب مایلش نقص درست باشد رخصت. خب نایس کلمه نایس. لکسی نایس ساز خوب خوب بهترین. تشکر. لکسی نایس ساز خوب بله بهترین. زمیره اس خوب بله یکی از معنایش خوب. نایس ساز خوب دلشوتجه بله درست. خب نایس یعنی خوب خوش زیبا گرمرو شیرین مهربان دلپذیر. گفتار شما هم درست است. خب کلمه end خب کلمه end اون جواب نیست. end و دلشوتجه و زمیره اس و لکسی و end و بله درست بهترین. دستر خون زیبا end و بله درست بله end یعنی و سپس پس با علاوه. خب yes
yes yes به زبان تاجیکی yes بله بله درست لکسی yes بله بله درست زمیرا اس بله دسترخوان yes بله تمام بله درست بله yes یعنی بله ها آره چشم به چشم no no خب عزیز بابایف فرق انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی امریکایی استرالیایی نوی زلند هندوستان با چی فرق میکنه که البته تا اون قدر زبانشناس نیستم که اینقدر سوالهای چقدر جواب داده بتونم راستی فرقهای بسیاری از این کشورهایی که نام گرفتیم فرقش نمیدونم فقط فرقهای بین بریتانیا و امریکا یعنی فرقی کم است یعنی کمی در لهجه فرق میکنه مثلا یعنی بعضیش مثلا یک کلمه دیگه خیلی تلفظ میکنن بعضیش دیگه خیلی تلفظ میکنن از روی الفبا بگیریم مثلا امریکایی زی میگن بریتانیایی زد میگن مثلا خب چی بعضی کلمه هستن مثلا فوتبال بریتانیا با فیلم فوتبال میگن امریکایی چی میگفتن سوکر میگفتن چی میگفتن یک کلمه دیگه اگر اون کس بدونه نویسنش یعنی فوتبال با دو کلمه افاده میشود امریکایی دیگه خیلی میگن بریتانیا دیگه خیلی میگن یا کلمه واز را بریتانیا با فکر ویز میگن امریکایی واز میگن یعنی کم ترک فرق داره در گفتار اما اونقدر مهم نیست مهم یاد گرفتن همون کلمه ها است مهم یاد گرفتن زبان است مثلا چخیلی که مثال گفت در تاجیکستان یک منطقه من میگه منطقه من میگه منطقه دیگه مثال گفت که یک چیز دیگه میگه اما کسی که زبان فارسی رو بدونه که تاجیکی رو بدونه و میتونه که تمام منطقه تاجیکستان رو تا بخوره بگرده مثلا ابلکسی نو نه نه بله درست دلشد تجه نو نه نه درست دسترخون نو نه نه درست زمیره اس نه درست عزیز با ویس بله ها آره بله درست خب نو یعنی نه نه خیر هیچ اصلا هرگز من خب به معنای من هم میآید همین نو مثلا نو سموکینگ یعنی در جای جمع آمد جای سراده مثلا نو سموکینگ نوشته هستن یعنی تماکو کشیدن من است مثلا ترجمه کرده می شود خب دوستان گرامی تا حال 20 کلمه را سوال دادیم یعنی 20 کلمه گرفتیم در اینجا افیر قطع کنیم یا دوام تیم نظر شما چیست و یک چیز دیگه برای کی گفتنی بودم عزیز بابایف برادر عزیز من زبان انگلیسی را باید یک بار دیگه تکرار میکنم چند بار در افیرم تکرار کردم من زبان انگلیسی را به شکل پورا نمیدونم یعنی 100% بگیم از روی 100% نمیدونم یعنی هیچ زمان خودم اعتراف میکنم و میگم تو اما همون قیمه میدونم که زبان انگلیسی را که میخوام که یک دیگه را کمک کنم همین قیمه میدونم یعنی در مواجهت مهنتی هستم کار میکنم مثلا بگم میام مثلا میخوام که از ساعت ساعت افیر کنیم همون قیمه که میدونم که میخوام یک دیگه را بفهمونم و به همین سبب یوتیوب و افیرم باز در سوهای زبان آموزی خودم مثلا کم بیش پیشروی بشه یعنی خیلی میگه که مثلا 100% ما بلد هستیم 100%
تمام نازکی زبان انگلیسی رو میدونه. گفتی ایرانی ها که اینجوری نیست. لکسی 20 کلمه در یک درس کافی است. خب دیگرها چی نظر دارن؟ دیگرها چی فکر داریم؟ خب از 7 نفر یه اون کس بکر نیست جواب ده، یعنی دوام بتیم یا که بحث امروزش چی فکر دارین؟ مثل خانم بله درست میگن لکسی مالی. خب یک نفر دیگه گفتن که درست میگن بس هست یعنی. خب دیگر هم کس نیست. فیروزه خدایارова سلام به همه 14 لایک. و علیکم سلام، خوش آمدین فیروزه خدایارова. تشکر برای آمدنتون. عزیز بابایف بهترش 50 کلمه با کم عادت نکنیم. خب من وقت دارم، من آماده هستم، یعنی اشکالی نیست اگر شما اگر وقت داشته باشین. دیر کردم چی؟ بله بله، قریب دیر کردیم ده. نه پرسیدن که بس که دوام تیم. ولی بس که تلفنی من مشکلی پیدا کرد، تلفن اوزالیتش زود توی میشود، بخیش خیلی با تلفن مادرم یا مایلی خدا مایلش بحضور نشد اجی بحضور. فیروزه خدایا رو و دیگر رو در اینجا هستن دوام تیم یا بسش کنیم؟ خب لکسی جواب ها موندین چی سوالا که جواب دادن نوشتین. دلشد 20، بلکسی 20، دسترخوان زیبا 17، مادر تجه 5، زمیره اس 4، رحمت الله 1، عزیز بابایف 1، بلکسی دلشد بهاتون 5، اپای دسترخوان زیبا 5، اپای سیمه تجه 4. تشکر زیاد که بلکسی عزیز بابایف همجا هستین؟ خب اینجا بلکسی اکا درس نو بهترین، یعنی همین به شکل سوال جواب دوام میشه تا 1000 شیدن اونم مثلا، یا که نمیشه مثلا اگر نشوه خیلی منتظر بستیم تو 1000 شیدن اونم مثلا که 1000 شیم بعد از روی کتاب سر بکنیم. با از این بابای شما درس دوام دادن گیرین اکا ما یاد گیرین گفته شدیم داریم تو فهم همینجا که خب همینجا باشین و یک چیز کتومونم ارتیکل
درباره ارتیکل معینی سوال کرده بودیم. ارتیکل معینی ز یعنی ارتیکل معینی می شود. ارتیکل معینی. خب ز یعنی ارتیکل معینی، حرف معرفه. یعنی ارتیکل خودش از زبان انگلیسی است. در زبان روسی نیز ارتیکل استفاده می شود، فقط معینیش تاجیکی است. اما حرف تعریفه یعنی یک چیز معرفی کردن، یعنی معین کردن. و کسانی که از زبان عربی با خبر هستند، لام تعریف در زبان عربی، یعنی لام تعریف می توانیم بگوییم در زبان عربی. و در بین قوس یعنی معنایش آن همان، یعنی the teacher یعنی آن معلم، یعنی همان معلم، یعنی معلمی معین رو در نظر داریم. the driver یعنی راننده معین، یعنی همون راننده، اون راننده. مثلا اگر درس تیار شد، بله تیار شد که امروز هم 20 کلمه بسه، فقط با سوالی که جواب دادیم. عزیز بابایف مثلا. خب و ارتیکل نامعینی ا و ان. خب ارتیکل نامعینی پیش از ارتیکل ام. خب خب زیر گفتیم ز ارتیکل معینی است، اما و تنهایی یعنی و تنهایی ارتیکل نامعینی است. ارتیکل نامعینی یعنی این ارتیکل پیش از اسمهایی که در شکل تنها می آیند، پیش از اسمهایی که با حرف همصدا آغاز می یابند، همصدا می یابند گذاشته می شود و معنای یک را دارد. یک معلم دانشجوی مثلا. خب این ارتیکل نامعینی ا بود. خب حاضر ارتیکل نامعینی ان را برای شما میمونم. ان ارتیکل نامعینی این ارتیکل پیش از اسمهایی که در شکل تنها میآید، خب در این خاص بود، پیش از اسمهایی که با حرف صداناک آغاز می‌یابند گذاشته می شود و معنای یک را دارد. یعنی یک کتاب مثلا. خب an orange یعنی یک افریسون مثلا. ضمیر اس. بله همین خیلی سوال جواب خوبه. ای بیکار ششتن در خدا بهترین. بلکسی خداحافظ. ذکر رحمان درسی بهترین. خب خداحافظ بلکسی، تشکر برای اشتراک. زنده و سربلند باشین. خب معذرت که تا افیر مانگیرانج نرکم خیلی به کتاب هم خیلی سوال جواب کده رفتن میگیریم. فکر میکنم که اگر 100% فایده نداشته باشه، یک فایده شاید که فایده داشته باشه. از این پس ساعت 8 سر می شود. سوال و جوابمان ساعت 8 تا 9 نصیب کرده باشه. خب نفرهایی که همینجا هستن چی فکر دارین؟ مثلا هر روز زبان انگلیسی رو بگیریم خوبه یا اینکه همین خیلی رنگ سوال جواب کردیم همین خیلی مثلا یک روز انگلیسی، یک روز ترکی، یک روز روسی، کدامش بهتر است؟
ҳар рӯз хел англисӣ биравад беҳтар аст ё ин ки як рӯз англисӣ, як рӯз туркӣ, як рӯз русӣ. خب دوستان شاید بند هستند، مشغول هستند، بنابراین به همین قدر امروزش اکتفا میکنیم. باز پگاه ساعتی 5 تا کم 8 و 10 تا کم 8 باز همینجا هستیم. ساعت 8 کجا میگفتید؟ ساعت 8 مسکو. ساعت 8 مسکو. زمیره اس انگلیسی. خب یعنی هر روز انگلیسی دوام تیمه. خب دوستان گرامی، یگان سوال و پیشنهاد نباشد اگر به همین افیر امروزه را به انجام میرسانیم و از یک شما تشکر میکنیم که در افیر امروزه ما اشتراک کردین، دستگیری کردین. در همینجا خداحافظی میکنیم. موفق و مؤید سربلند باشین تا درس‌های نوبتی. خداحافظ. ای مردم بیدار، پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار، پناهتان به خدا. یک دقیقه بعد افیر قطع میکنیم چون که 59 دقیقه هست. 1 ساعت شد بعد قطعش کنیم بهتر میشه. سی ثانیه بعد قطع میکنیم. زمیره اس مسکو از آلمان چند ساعت فرق میکنه؟ این شراستی نمیدونم که اپای شهلا در آلمان هستن و فکرم اپای شهلا را پرسین و یا خوبتر میدونم. خوب فهمم. خداحافظ. مایلش خوب. خداحافظ. در امان خدا باشین.